جشن مهرگان یکی از جشن‌های قدیمی مردم تاجیک است که نه کمتر از نوروز در تاریخ سرچشمه‌های تاریخی یاد می‌شود. خب اصلا کارشناسان بر آن نظرند که بعد از پیدایش یا بعد از ظهور انسانیت و شناخت خود در روی زمین یک اصلا مردم یاریای تبار اندر شناخت وقت، ساعت، زمان و دقیقه ها شروع میکردن برای خود فلسفه یا برای خود عموما محیط زیست میساختند و همین است که هنوز از زمانهای خیلی قدیم دو دوره گردش بزرگی آفتاب رو دریافتند و وابسته به همین دو گردش موسمی دو جشن بزرگی تاریخی رو آریاییان کشف کردند. این حرکت چنین صورت میگیرد، یعنی آفتاب از نیمکره جنوبی آسمان در دهم سال هنگام حرکت به نیمکره شمالی دو مرتبه خط اکواتوری دنیا رو بریده میگذارد. همین دو حالت در طبیعت یک تغییرات خیلی عجیب رخ میدهد. پیش از همین نشانه همین تغییرات در آن افاده می شود که شب و روز برابر می شود. یکم بریش راست می بیاد به روزهای، اگر به حساب یکی به سال شماری میلادی گیریم، به روزهای 20، 21، 22 مارد راست می بیاید و ما شما میدونید که این ایام جشن آغاز سال نو یا جشن نوروز داریم و دوم حالت راست میبیاد به روزهای 21 و 23 سپتامبر، یعنی دو مرتبه شب و روز برابر میشد. همین ایام تیرماه وقتی که شب و روز برابر میشد این ایام رو اعتدال تیرماهی میگن. اگر نوروز اعتدال بهاری باشد اینجا اعتدال تیرماهی است و با جز این دو حالت باز دو حالت دیگری است که در دوام سال آفتاب دو مرتبه به طور کلی جای عوض میکند که این به جشن تیرگان و ساده علاقه‌مندی دارد. جشنی است که خیلی طبیعی به نظر میرسد و گویا که تمام مفهوم و ماهیت آن در طبیعت، در گردش ایام نهفته است. حکیم عمر خیام نیشاپوری در خصوص آن خیلی دقیق میگوید و که در 16 ماه مهر تجلیل میشد، آغاز میشد. ماه‌ها نیز، روزهای هر ماه نیز عنوان داشتند در زمان حکومت هخامنشی و 16 هر یک ماه مهر نام داشت. ماه مهر شما میدونید که این از روی سالشماری آفتابی یا که شمسی میگیم اصلا سر میشود از 21 23 سپتامبر، یعنی از روی سالشماری میلادی تا 22 23 اکتبر. همین ایام ماه مهر است و از روی نشان داده کتاب بندهیش، یعنی آفرینش که تقویت دهنده تعلیمات مزدی است، در اونجا گفته می شود که در گذشته آریایی ها 12 ماه داشتند و هر ماهشان نام داشت و هر روزی هر ماه که از 30 روز عبارت بود نام خود را داشت و یکی از این نام های روزها هم نام ماه بود. هر ماهی که همان روز می آمد، یعنی همان روزی که نامش هم نام ماه بود، آن را آریایی ها تجلیل میکردند و در همین ماه مهر هم روز 21 ماه مهر مهروز نام دارد. مثلا همین ماه خودش مهر ماه نام دارد و روز 21مش روز مهروز نام دارد و بینید که از 16 ماه مهر تا 21 یعنی تا روز مهروز جشن میگفتن و روز مهروز مهروز که فرا میرسید این یک جشن بزرگ، یک جشن با شکوه تجلیل میشد که در میان مردم ما طوری که بالا هم اشاره کردم از همون عهد پیشدادیان تا امروز با نام جشن مهرگان ذکر می شود. از صبا پیغام جان آید همه، مهرگانی مهربان آید همه. با هزاران کف فریدونی چنار، زرفشان در بوستان آید همه. باد بال از برگ گل بکشاده است، چون همای پرفشان آید همه. می چکد خون از دو رخساری انار، لعل دندانش عیان آید همه. هرچه پنهان داشت از ما تا کنون، این زمانش
بر زبان آید همه. رفت ماهی تیر و آمد ماهی مهر، مهر به تیر و کمان آید همه. حافظ از شیراز و سلمان از عراق، بیدل از هندوستان آید همه. هر کی مهر پرورد در مهرگان، سوی شاهی مولیان آید همه. خودی واژه مهر چی معنی دارد؟ این واژه مهر خود واژه اوستایی است. در اوستا نیز در شکل میترا موجود است و فروغ و روشنایی و دوستی و پیمان را ifade می کند. با مقابل دروغ و ریاکاری و عهدشکنی دارد. عرض سپاس به خداوند که نعمت‌های زیادی را به انسان‌ها ارزانی داشته است و اول و دوم تجدید کردن، استوارتر کردن پیمان و دوستی بین انسان‌ها. دو هدفی او میشد گفت که عمده دارد. اگر در جشن نوروز طبیعت احیا شود، مردم شکرگزاری میکردن که به فصل نو، به سال نو رسیدند. برعکس اون در تیر ماه شکرگزاری میکنند که اینقدر حاصل فراوانی از زمین گرفتند، از گرمی آفتاب، از تاثیر همون نیروهایی که خداوند به آنها داده است، اینقدر حاصل فراوان گرفتند و همین رو تجلیل میکردند. درباره اسطوره‌ها یا سرچشمه‌های اسطوروی سخن می‌رانیم. ما می‌دونیم که هر یک جشن ملی مردم تاجیک به ویژه آریای تباران ما می‌دونیم که به یک از شاهان نسبت داده می‌شود. مثلا پیدایش جشن نوروز به شاه جمشید، به کشف شدن لحظه‌های برابری شب و روز به شاه جمشید نسبت داده شود. برعکس اون جشن مهرگان به شاه فریدون نسبت داده می‌شود. در شاهنامه فردوسی، در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی، در نوروزنامه حکیم عمری خیام، ابو سعید گردیزی و دیگر محققان اصلا جشن مهرگان رو به شاه فریدون نسبت دادند. خب البته این یک نوع اسطوره‌های بسیار قدیمی میفولوژی است که انسانیت به خاطر از بین نرفتن، جنبه‌های مقدسی پیدا کردن در دایره باور، روایت و عقیده‌های مردمی، آن رو به چیزی برده شباهت می‌دهند، می‌چسبانند تا اینکه از نام شاهان اگر وقتی چیزی گفته میشد، شکوه و شهامت و جلوی آن زیادتر می‌گردید. کلی گفته‌ها اصلا به یک حادثه اشاره می‌کنند. اینم که باشد همون اسیان کوه آهنگر و فریدون به مقابل حکومت ظالمانه ضحاک. شما بدونید که مثلا در تاریخ طبری که اون رو بلعمی ترجمه کرد، در کتاب شاهنامه مسعودی، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، خب زین الاخبار، خب آثار الباقیه بیرونی، التفهیم بیرونی و چندین اثرهای دیگر همگی گفته می شود که شاه ضحاک با حکومتداری خود یک حالت را به وجود آورد که همیشه اونجا کدورت بود و سیاهی بود. خب تماشابین ما گمان میکنم که این قصه رو بیشتر میدونم، من با طور فشرده اشاره کنم. و در نتیجه ظلم و ظالمی که ضحاک ایجاد کرد، البته قشرهای گوناگون جامعه از این کاسه صبرشان لبریز گردید، واکنش نشان میدادن، اعتراض میبرداشتن. و یکی از همین اعتراضهای عمومی این همون اسیان کوه میباشد، کوه آهنگر. و در برابر کوه یکی از اولادان جمشید که قبل از ضحاک سر قدرت بود با اسم فریدون، فرزند پرتور، پدرش پرتور و مادرش فرانک، این هم برخاست به خاطر پیدا کردن شجره خود و معین کردن شجره خود و برقرار کردن عدالت. وقتی که او فهمید که همین ضحاک حکومت جمشید را سرنگون کرده است، برخاست و پیروزی به دست آورد. بنابر اشاره سرچشمه‌های در بالا ذکر شده، وقتی که فریدون پیروز شد، یعنی غالبیت را به دست آورد، خرسندی کردند و به این مناسبت جشن آراستند با نام مهرگان. خب چرا جشن مهرگان؟ چرا نام جشن مهرگان؟ زیرا که این حادثه میگن، مثلا طبری می‌نویسد که این حادثه در ایام ماه مهر رخ داد. در ایام ماه مهر تخمینا روزهای از 16 تا 21 ماه مهر. نشستند فرزانگان شادکام، گرفتند هر یک ز یاقوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان گشت روشن سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه عنبر و زعفران سوختند.
پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسایی و خوردن آیین اوست. کنون یادگار است از او ماه مهر، بکوش و برنج ایج من مای چیر. ورا بود جهان سالیان 500، که نفکند یک روز بنیادی بد. مورخان یونانی و مانند مثلا گیوگراف یونانی استرابون، مورخ دیگر یونانی پلوتارخ و چندین نفر مورخان یونانی بر این نظر هستند که در ایام مهرگان، یعنی هر سال که مهرگان می اومد، شاهان هخامنشی خان میگستردند و مردمانی بی بیزاعت و کم بیزاعت و محتاج و نادار اینا را مثلا در عهد دارای یعنی داریوش کبیر سری خان دعوت میکردند و برابری اعلان میکردند. حالا ببینید همون حکمت برابریش روز و شب که در نوروز هم هست، اینجا هم دیگر اون مقام و مرتبه اجتماعی شما صرف نظر میشد. و پلوتارخ می‌نویسد که شاهان آریایی به جز مهرگان سرخوش نبودند، یعنی در مهرگان تا حد همین قدر میخواستن شادی خود را ابراز دارند و هر گونه لباس‌های ارغوانی به بر می‌کردند. اکثرا لباس‌های سرخ به بر می‌کردند که این رمزی غالبیت، سربلندی، آزادگی. ای خوشا که مهرگان آمد، مهرگانی ظرفشان آمد، دامنش از هدیه ها پر، پیش یار و دوستان آمد. و یکی از سنت های همین مهرگان هم شاه اجازه میداد که به مردم تحفه داده شود، یعنی بیشتر به مردمی کم بیزاعت، مردمی که مثلا محتاج بود و مردمی که نقش در همون جامعه داشت، به مثل شاعر، ادیب، عالم، برای همه همینا مخصوص هدیه های علاهیده بود و در همین روز تحفه میکردند. یکی از سنت های مهرگان همین بود، چون که مثلا در نوروز ما حال آمادگی میبینیم، اما در مهرگان همه چیز آماده شد، یعنی که هر چیزی که ما خواستیم، ما مثلا خیرمن غله گرفتیم، ما مثلا میوه گرفتیم. شروع از سالهای 50 در تیرما در همین سرزمین ما یک عید ساختن، همین مردم ما یک عید ساختن، نامش عید پخته. تقریبا از سال 1951-52 همین جشن سر شد. از آغاز سالهای 72 عصر 20 یعنی زمان شوروی، جشن پخته یا عید پخته به عید حاصلات تبدیل نام کرد. یعنی این هم همون سایه مهرگان است، یعنی با گونه‌های گوناگون ما اینو حفظ کردیم. ببینید یکی از سرچشمه‌ای که همین عقیده ما رو ثابت می‌کند این همین یادداشت‌های استاد عینی است. میگن که ماه اکتبر همه به درویش آباد میرفتیم، همه خرد و کلان. ما در درویش آباد از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه و یا تا پنجشنبه عید میکردیم. قریب 3 روز عید میشد، اما نام مهرگان نمیگیرن، ولی مورد نظر استاد مهرگان است که 8م، 9م، 10م ما جشن میکردیم و مردم حاصلی به دست گرفتهش را پیشکش میکرد. و مثلا هر خانواده که مثال خانواده بود که گندم بسیار میگرفت، خانواده بود که میوه بسیار میگرفت، دانگی مثلا 4 مغز و بادام و دیگر چیزها، هر کس موافق همون خواهش داشتگیش می آورد. در همون ضیافتی که اونا می آرستن 1-2 روز برای جشن مهرگان و جشن حاصلات می گفتن، اون وقت هر کس همون داشتگیش آورده پیشکش مردم و در خانه مردم میموند. یعنی که اما استاد اونجا مهرگان نگفتن، ولی مورد نظرشون مهرگان بود. اونجا البته مگر زمین کیش بود، صاحبان زمین ماه سپتامبر اول که کشتی خودشون رو غون می‌داشتن به خاطر که معرکه خوبتر گذرد، همین سیر درویش بود خوب شد و ضرری که از همون کشتی بر وقت درو کردگیشون میدیدن. دکاندارایی که اونجا رفته مثلا دکان‌های خودشون رو می‌کشیدن و مردمانی که ایدگاه می‌رفتند از اونجا خرید می‌کردند و دکاندارها فایده کلان به دست می‌درآوردند، حسابی همون دکاندارها ضررهای خودشون رو می‌پوشوندند. و ببینید اکنون همین اشاره‌های استاد عینی از اون درک می‌دهد که 10 هکتار زمین که باشد، این همین خودش البته بس که جشن مهرگان چقدر شکوه داشته است. اگر چنده که این جشن با نام مهرگان البته در اصل 18-19 در زمان منقیتو ذکر نمیشد، اما این همون نشانه جشن مهرگان است.
نکته رو تاکید میکنم که ببینید در یک حمله اعراب که تعدادشون خیلی کم بود، تمدن بزرگی با نام تمدن مصر از میان رفت. در یک حمله اتراک طی چند صد ساله تمدن بزرگی با نام تمدن بیزانس، روم شرقی، ویزانتیا از میان رفت و زبانشون تغییر کرد، قومیتشون از میان رفت و قومیت دیگری جایگزین آن شد، ولی تاجیکان هنوز پابرجایند. چرا؟ علتهای بسیاری را محققان برمی‌شمارند. ویژگی‌های فرهنگی قوم تاجیک یکی و دیگری زندگی شهر محوری تاجیکان که بیشتر موجب افزودن، موجب بالا ارتقا، رونق فرهنگ میشد. ولی از همه مهم اعیاد، یعنی جشن‌هایی که آنها نیز برای تحکیم روح مقاومت در قوم کمک میکنند. شما بدونید که یکی از هجوم‌های بسیار غزنین و شدید بالای سرزمین ما هجوم عرب بود. اگرچه که عرب‌ها با سرزمین ما هجوم کردند، اما نتوانستند. اگرچه که شهرهای ما را گرفتند، ایمپریهای ما ویران و بلنگار شد، بایگری‌های مادی سرزمین‌های ما را به تاراج بردند، اینقدر قتل عام گردید، اما عرب نتوانست که فرهنگ ما را از میان ببرد. فرهنگ ما چون ستم‌های بزرگ پای برجا موندن. شما ببینید که همین جشن ما، مثلا جشن مخصوصا نوروز و مهرگان، نتوانستن عرب‌ها با طور پورا از میان ببرن، زیرا که در مناطق کوهستانی ما مردم از بس که جشن مردمی بود، جشنی بود که به طبیعت و به حادثه‌های طبیعی علاقه‌مندی داشت، مردم این جشن رو پنهان و نیم پنهان و آشکار و نیم آشکار تجلیل می‌کرد. یعنی در کوهستان ما همین ثروت‌های گرانبهای معرفت و مدنیت و تاریخ ما رو خلق ما نگه داشت. بزرگترین محافظ تاریخ ما، بزرگترین محافظ خاطره تاریخی ملت ما همین خلق است. خلق عادی که در عادت‌های خودشون، در عنعنه‌های خودشون همین چیزا رو نگه داشتن. ببینید این جشن‌ها، چه نوروز و از لحاظ اهمیت دومین جشن، چه مهرگان و چه تیرگان و چه جشن صدا و حتی همون جشن گویا که شب یلدا نیست، همه در تحکیم روح مقاومت در اجداد تاجیکان و در خود تاجیکان خیلی تأثیر گذارند. از چه طریق؟ از اون طریق که در تاجیکان یک روح مقاومتی را تربیه کردن، این جشنها با وجود آوردن و همین روح مقاومت بود که تاجیکان با وجود گویا که تهاجم متعدد اقوام کوچی که از شمال از صحرای قیپچاق صورت می گرفت و موجب ویران و خرابازار شدن شهرهای بزرگ ما می گردید، از بین نرفتند. یک چیز عجیب است که همین جشن‌های ما همش در قلب خودشون، در نهادشون سازشکاری، مهر و محبت، برادری، عدالت، این چیزا نهفته است، وحدا است. یعنی این خودش اثبات میکنه که خصلت ملت ما، خصوصیت‌های اساسی ملت ما از قدیم ایام جنگ و جنجال نبود، سیاهی آوردن و کدورت آوردن و بدبختی بالای سر ملت و خلق نبود، برعکس به هم آوردن. والا ببینید همون شاعر استاد که علی محمد مرادی میگه که در نبرد آب و آتش آب قاتل میشود، آب و آتش بسازد نور حاصل میشود. یعنی ملت ما همیشه میساخت و نور حاصل میکرد. همین جشن‌های ما نور است، اصلا روشنایی است، زندگی انسان‌ها رو روشن میکنه. هر یک جشن از روی عنعنه‌های خلقی ما می‌دونیم که به خود رنگ، رمز و آیین‌های خود را دارد. مثلا رمزی نوروز شکوفایی رنگ سبز است و برعکس اون در جشن مهرگان رمزی زرد ارغوانی یعنی همون لحظه خزان‌ریزی طبیعت انعکاس می‌گردد که به همون جیلا یا نور آفتاب شباهت دارد. و حتما روی دسترخوانی که در جشن مهرگان آراسته می‌شود عیناً همین گونه انواع‌ها یا میوه‌جات یا شیرینی‌های گذاشته می‌شوند که رنگ ارغوانی داشته باشند و همین رمز یا رنگ رمزی مخصوصی جشن مهرگان است. اینکه مردم در مهرگان همون بیشتر مهر یشت، اما یکی از بخش‌های اوستا را با سرود زمزمه می‌کردند و وقتی که فارابی در کتاب اغانه خود، نواهای خود در خصوص بهترین 12 مقامی که موجود بود در اون زمان سخن می‌راند، مقام‌های مهرگانی را به طور ویژه تاکید می‌کند.
یعنی مهرگان این جشن به تشکل فرهنگ موسیقی ما نیز تأثیر داشته است. ما گفتیم که در جشن نوروز حتی رنگ یعنی انتخاب در روی خانها سبزه سومنک است، اما برعکس اون در جشن مهرگان میوه تر و تازه که نوکک از حاصل دیگ چیده می شود روی خان میگذارند که اونجا اصلا مرود است که رنگ زرد دارد، نوک میگویند در بعضی محل‌ها، سیب زرد و سیب‌های سرخ و ارغوانی هم اونجا روی خان گذاشته می شود. و با تفاوت از جشن نوروز در جشن مهرگان خانهای جشن مهرگان مثلا حلواهای شیرینی گوناگون گذاشته نمی شود. اونجا شیر است، شیر روغن است و علاوه طعام‌های اصلا از دانگی و غلگی ها در فصل تیر ماه آماده شده، مثلا از لوبیا و ماش و برنج هر گونه طعام های روی خانی آماده می‌کردند. و در بازی های ورزشی هم مثلا اگر در جشن نوروز گوشتینگیری بوزکشی در جای اول ایستد، برعکس آن در جشن مهرگان اصلا بازی هایی که برای مردم بود بازی چوگان بازی و کمانوری پیشنهاد می‌گردید. یعنی هر کدام جای خود را دارد، تفاوت خود را دارد و از همه چیز مهم ما گفتیم که رمز یا رنگ اساسی جشن مهرگان رنگ ارغوانی یا ارغوانی است که در روی خانها گذاشته میشد و در قطار جشن سده یک شعله یا آتش رمزی هم در اونجا حتما افروخته میشد، با اون خاطر که میگفتن که در موسم تیر ماه آفتاب به دوره تنازل یعنی پسشوی میرود و برای اون رو دادن تا به سال آینده اون رو رساندن حتما برای نور و زیاد دادن آفتاب حتما شعله یا آتش می افروختند. همه ساله در گوشه و کنار شهر و نایه ها و دیه ها وقتی که همین عید مهرگان فرا می رسد همه با خون داشتن حاصل آمادگی می گیرند با کشودن دسترخوان های بسیار یک بهترین دسترخوان ها که در اونجا بیشتر میوه، تربوز، خربوزه و دیگر میوه‌جاتی که در هنگام جمع‌آوری به دست آمده شدگی است، این گوی آن است که جشنگیری با یک شکوه و شهامت خیلی کلان میگذارد. یعنی مهرگان همونی هست که هر کس توانسته است در این روز به مقصد خیش رسیده است، یعنی زمینش حاصل داده است، میوهش بار داده است، هر چی که خواسته است خداوند یعنی در مهرگان برایش ارزانی کرده است. مهرگان نه اینکه یک جشن گرفتن دارد، مهرگان مهر مردم با هم زیاد میگرداند. وقتی که همین خیلی ایده هایی که جشن گرفته می شود برابر این مردم زیاده با هم با میخورند، با هم صحبت های گوناگون میکنند، با هم برای دستاوردهایی که در دوام سال به دست آوردگی هستند از اینا گفتگوزار میکنند. این است یکی از گوییم که همین خرسندی هایی که در عید مهرگان از طرف مردم تجلیل میگردد. ملیکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد، از بجای ملهم و خیرگاه بدل باغ و بوستان آمد. مرد بجای سوسن آمد باز، می بجای ارغوان آمد. تو جوان مردی دولتی تو جوان، می به بختی تو نوجوان آمد. گل دگر ره به گلستان آمد، واره باغ و بوستان آمد. وار آذر گشت شعله او، شعله لاله را زمان آمد. تکنولوژی معاصر امروز حیات انسان، روحیه انسان را تماما دیگر میکند. اگر از نقطه نظر روانی هم نظر افکنیم ما میبینیم که جوانان ما لکه امروز بسیار جوانان جذاب، جوانانی هستند که زود عصبی میشوند، اما برعکس آن در عنعنه و رسوم در آن طرز برگزاری جشن و مراسمایی که در قدیم نیاگان ما داشتن ببینید که برعکس سرجمی و اتفاقی، دوستی و رفاقت، آرامی از همه چیز مهم است تلقین میکند. و از اون نظر دیگر ببینید امروز گفتگوی تمدن ها تا به درجه اوج همون کلمینیاسیونی رسیده است که امروز زد و خوردها بین ابرقدرت‌ها و کشورها خیلی زیاد است، اما در فرهنگ جشن‌های ما به ویژه جشن مهرگان ببینید که سرجمی است، اتفاقی است. و شما ببینید که یکی از مرحله‌هایی که مثل زمان هخامنشی‌ها
сомониҳо зиёриёну дигар ҳамин ҷашни меҳригон бо тамоми ҳастиш эҷод шуду аз сари нав эҳё гардид ҳамин замони соҳиби истиқлолӣ аст. дар ҳамин гуна як шабу рӯзи бисёр ҳассос шадид роҳбари давлати мо дарки онро карданд ки ягона василае ки метавонад ки миллатро аз ин гирӯдорҳо наҷот диҳад эҳёи таърихи миллат аст ва яке аз рукнҳои асосии эҷодкунанда ё эҳёкунандаи шуури миллии мо худшиносии миллии мо ҳамин донистани таърих саҳифаҳои таърих ва ҷашнҳои миллист. ва шумо бинед ки аз соли 2011 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки як фарди воқеан сартосар миллӣ ҳастанд, як афроде ҳастанд ки вуҷуданд, дар вуҷудашон ба хотири ин ватан метапад, гирифтанду меҳригонро эҳё карданд. ва рӯ овардан дар асри нав ки имрӯз воқеан дигаргониҳо дар ҳаёти инсон рух медиҳад, фикр мекунам аз як ҷониб барои тарбият кардани насли наврас, насли имрӯзаи мо дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии миллӣ бошад, аз ҷониби дигар сарҷамъ кардани тамоми мардуми сайёра аст. вақте ки мо пешниҳод мекунем ба дафтари ЮНЕСКО ва мегӯем ки як оина, як аланга ё ангезише медиҳад барои тарбияи тамоми сайёра, ин албатта омил ё асосҳои махсус дорад. бибинед ки хеле ҳамин ҷашни наврӯз ҳам таҳти қатномаи махсус ки он ҷо гуфтааст фарҳанги ҷаҳонро дорост, яъне фарҳанги ҷаҳонӣ дар дохили наврӯз аст ва фарҳанги ҷаҳон ҳамин якдиливу рафоқат ва сарҷамъӣ аст. аз ҳамин хотир ҷашни меҳригон ҳам на камтар аз ҷашни наврӯз аст ва эҳё кардани онҳо дар ин шабу рӯз, шукргузорӣ кардан аз неъматҳои табиат, роҳ овардан ба сарҷамъӣ, хуб аз ҳама чизи муҳим ҷавонони имрӯзаи моро шиносондан ба расму оину анъанаҳои ниёгони худ ки ин қадар бузург буданд хеле аҳамияти бузурги таърихӣ дорад. мана таи чандин солҳо мешавад ки мо дар фазои Тоҷикистони соҳибистиқлол меҳригони азизамонро наврӯзу саддаву тиргон ва дигар оинаҳоямонро ҷашн мегирем ва ҷои ифтихор аст ки имрӯз давлатҳое ки дар ҳавзаи орёнои таърихи сукуна доранд, давлатҳое ки онҳо ҳам мегӯянд ки ё халқҳое ки онҳо ҳам мегӯянд ки меҳригону наврӯз моли мост, аммо онҳо ба Тоҷикистон мебиёянд, меҳригонро ба гунаи худаш мебинанд, ба шакли аслиш мебинанд, яъне меҳригонро дар ватани худаш бо ҳамун рангу намуду қабову шаклу ва ҳамун анъанаҳои аслиш дар Тоҷикистон мебинанд. ва ин албатта ҷои ифтихор аст ки мо тавонистем, Тоҷикистони мо тавонист ки агарчанде ки дар як гӯшаи орёнои бузург арзи ҳастӣ дорад, меросбари тамаддуни бузурги орёҳо бошад. аз соли гузашта саркарда ҳуҷҷатҳои он омода гардид, ба дафтари ЮНЕСКО пешниҳод гардид дар ҳамбастагӣ бо ҷумҳурии исломии Эрон. ҷашни меҳригон ба дафтари ЮНЕСКО ҳамчун мероси фарҳанги ғайримоддӣ ё мероси умумибашарӣ ба дафтари ЮНЕСКО пешниҳод гардид ва имсол ҳам мактуб омад аз ҷониби ЮНЕСКО, аммо такмилу иловаву коркард бо ҷумҳурии исломии Эрон ҳам дар якҷоягӣ кардем, онро пешниҳод кардем ва дар охири моҳи декабр ё дар охири соли ҷорӣ он ҳам дар ҷаласаи навбатии ЮНЕСКО аллакай мавриди муҳокима қарор мегирад ва умедворем ки дар қатори ҷашни наврӯз ва ҷашни садда ҷашни меҳригон ҳам ба дафтари ЮНЕСКО сабт мегардад ва унвони ҷашни байналмилалиро мегирад.